خب وقتی که میرم جلو آینه میبینم زیر چشام چروک شده، خط لبم عمیق شده، خطایی که رو صورتم هست خیلی بر من با ارزشه، چون هر کدوم یادآور یه تجربه هایی که من کردم. خب چون چاقم به مراتب دوست دارم یه کوچولو لاغرتر بود. پوست اصلا اون شفافیتش و اون مثلا به قول معروف آبرسانی که داره قشنگ میشه متوجه شد که شکسته شده. موهام کاملا سفید شده که رنگ میکنم، البته 5-6 سال بیشتر نیست. یه مقدار این گونه رو میبردم بالا، همین. فکر کنم چشماش خیلی زیباست و یک زلالی عجیبی توی چشماش وجود داره و اون حسی که اون همیشه داره، اون حسی که هنوز کودک بودن توش وجود داره، واقعا دلم میخواد این تون باشه. به نظر من مامانم لب و دهن خوشگلی، خب همه چیزش خوشگله، ولی خب به نظر من این چشم ابروی خوبی هم داره. واقعا مامان من زیباست به نظرم، برای اینکه لب داره، وسط اون همه لب چال داره. لبخندش خیلی دلنشینه، نمکین. اون حالت صورتش موقع حرف زدن، یعنی یه مجموعه با همه، اون حال روونی که داره موقع حرف زدنم به نظرم خیلی چیز قشنگه. مامان من چندان فرقی نکرده و همون زیبایی قدیمشو داره. دستای مامانم فوق‌العاده زیباست. انگشتش واقعا میتونم بگم مثل یه زن واقعیه. مامانم فکر میکنم واقعا قشنگ و زیباست. بلا